اما خیزید، اما که حکمت ما رو تنها نگذاره. اگر وصیتش را به جا آوردنی باشی بیرون بوده را نمان و داخل درآید. فهما سردارم، شما نگران نشوید. چی کار میکنی؟ چی کار میکنی؟ بیا شدید. لعنتی ها حالا هم زندن و بیرون بر آمده است. دیوانه شده است، دیوانه شده. پرانه دورو کجا میگریزید؟ زود باشید. پرانه خیریت آمدم. کجا شدید؟ این آمدیم در چه حالت هستید؟ ما پیش رفتن نتوانستیم، در همه جا روز شده ماندیم. تمام ما اینجاییم. از این بدان طرفشو شد. دیوانه شده مگن خودت را کشتنی هستی؟ صالح بالش خوب است؟ با دستش تیر خورده از سردارم. حربی از جوت خیسه نمیدم. کنی بینم چی شده؟ نه خوبم، هیچ چیز نشده. خوبم، کمتر زخم برداشتم. فیضیه تیر ده از اونجا زودتر. برای چی یکان کس به یادم نمی آید؟ یگان کس هم نآید. خداوند یاردم میکند. یک تای دیگر ده. تمام ما اینجاییم. از این بدان طرفشو شد. با دقت باشد، بمب بپاشایند. بورد فاشیست ها. صالح چی میگوید؟ با فکرم فاشیست گفتنیم سردارم. این خیلی یک نفری نمیشود. بیاید به هر طرف تقسیم بشوید. این پرچم رو وقتی گذاشتنش رسیده زود باشید. بیاید یک جای عمل میکنیم. زود باشید. زود باشید. این آواز چیست؟ این آواز موسیقیست. شرفان زنده نمیمانند. برانده شدند. اینها نمردند. سردارم اومدن. اونها اومدن سردارم.
احسن به شما. آفرین شیر بچه های من. اپردون به شما قربان شود. ایزیا تو اینجا با اینها بیمان. دیگران میبراییم. رفتیم. زودتر باشید. زودتر. لعنتی! من با تو چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ آنجا رو منتر کنده مخیر برای چی شما حالا هم نمورده؟ آدم های که گیره بسن رو یاد گیرم. آخر امکان ندارد. آخر دستایتون بسته بود. احمق، تو نگفتی که این کلبه در این مخفی هم دارد؟ نگفتی؟ لعنت به شما. آنجا راه هم یافته. البته یافته. میابین. من با تو چیکار کنم احمق؟ چیکار کنم؟ بسرم پرانمه؟ نکن این کار. من رو پشتی هم. التماس نکن. التماس نکن. احمق، دم تو گیر دم تو نگویم. خیلی کرد. خز گفتم. بسرم یک فکری خوب آمد. کو راگرد زودتر. یکصد و 68 سالگی هفته تشکیلیابی پالیسان را از صمیم دل تبریک میگویم. هفته پالیسان مبارک باشد. ایستا احمق بناموس، این پرچم را به شما برای پلیدها اجازه نمیدم. تا بوسه با من نگاه کن. حالا فهمیدی؟ تازه به تازه افلاس به افلاس ارزش دارد. از این را این پرچم را نمیبوسی. خدا جزایت را دهد. جانی دیگران را خرید با جانی خود. خداوند دوستش را همیشه زنده نگه دارد. بابای حکمت جایتان جنت باشد. الها روحی پاکتان از ما شاد و راضی باشد. اکا چی کار میکنی؟ ما با دو جواب ندهد. قسم میخورم در جایم شاخ شده میمونم. نه همین خیلی برادرم. خداوند به دوستانش مرگ زیبا میدهد. آنها را با آب رحمتش شاداب میگرداند. زیستن و مردن برایشان شرف است. الها به ما هم نصیب بکند. آمین. آمین. اما که حکمت خداحافظ. فاتحه خوانید بر روح پاکش. کجا شد این دختر؟ ایستا که آزیر می آید. باید هم در هیجان است. با شما شناس شدن این رفیق خان، من امروز با کجا رفتم کنی تخمین کنید؟ کجا رفتی؟ با سری مزاری عمکی حکمت گل بردم. 11 مراتب سوره اخلاص را خواندم. ماشاءالله، هر روز می روی. برای چی 11 مراتب سوره اخلاص را خواندم؟ خداش همین خیل گفته بود. از این رو همین خیل کردم. من به هر نازکی ها باور ندارم.
و گفته‌هایی کسی میکنم که اعتماد دارم و هرچی سرم رو گرنگ نمیکنم. و تو یک چیز میگویم اکا، در این دنیا عالی میشوی یا دوستدار عالی. سوم این که خداوند همه امون رو در پناهش نگاه دارد. آمین آمین آمین. نصیب باشه با روزگی خدا من هم پگاه به زیارت میروم. رفیقان می آید. سلام، شام بخیر. سلام. از دیدنتان شد. شناس میکنم اکای اوری. ممنون شدم. من هم. ظریف. و این بولتا می باشد. بولتا؟ ولی ینگه. ینگه؟ شما شنید من حاضر خوراک بیارم. تا آمدن من رجب کمی شوخی میکنه نه؟ اکا خیلی خوب فکر کردی. به خدا بزرگ هستی. کارلوس درباره‌تان بسیار چیزها نقل کرده تو بود. آمدنت از تو سخن میگفتیم. گوش کن برادر. چی میگوید؟ شکل رفیقانی به معنی داشته بوده یا؟ گبزن با آنها با عقل شود. کارلوس نرنجد. فهمانم بود؟ بله فهموند. ما برادرانیم. از ما پنهان نمی کند. مرد باشد پنهان کند. اینه خوراک هم آمد. خورشر بچه. خورشر بچه من خور. دهانت تو دم نمیگیرد. خورشر بچه من خور. خورشر بچه من من همین تا. خور سر نمیشنی تو. خور دهانت را کلان تر کشا. همین تا. کدامش دختری ما میکشد؟ انا وای کودک شیشتگی. او زود دختر رو گرفته میروید. خیلی خوب است یا؟ خوراک خوردن رو دوست میداری. ماشاءالله چقدر دختر شیرین هستی. نامت چیست؟ ابرو. ای خدا تو اینقدر شیرینی؟ جزدانت هم زیبا بوده است. تشکر به شما. اگر ما کودک می داشتیم از همه بهتر فرزندانمان رو میشمردیم. اکا با فکرم تو سه شدی ها؟ والله سیومش رو سر کردم. یا توبه. دخترم ابرو اینجا بیو اما کویت رو ناراحت نشو. خیر ابرو جان خیر. بیا دختر. ماشاءالله. چون اینجا آمدم گفتم یک باره یکان لباس هم خرم. بیایید ما میخیزیم. حالا ایستید خوراک بخوریم. خیز گپ رو دراز نکن. کار هست. خیلی ممنون شدیم از شناسایی. با کجا می روید؟ حالا دو کلمه دفع هم نگفتید. باست میگوید اکا با کجا می روی؟ یکم باری دیگر میشینیم. شبی خوش. خوراک نماند. اسراف گناه است. تو انگشترین را در خانه من با تو یک خوراک نقش تر میکنم. هم خلیت داری؟ برادر آخر تو چیکار میکنی؟ من که عاشقان گپی خودشان را زنم. تو باشه فقط غمی شکمت را بخوری. من از این خیلکارها پیادم و من فرق ندارد. در نزد من گپ زدن بگریفتند. از برای تکلیف خانه‌داریش رو در نزد تو کنی. کردن گیرد فرقشی. این خیلی نمیشود برادر. فکر کن چی گفته ایستاده ای. رامگر زدتر. بخور این لقمه آخرین. آفرین دختر جون من. انا اکنون میرویم. خدا رو شکر تنها مونده. شبی خوش به شما. ما میرویم. شبی خوش بشون. تشکر به شما هم شبی خوش. شبی خوش. بیا دخترم رفتیم. مادر جان من هم بازی کنم. لیکن دیر میمونه. بسیار نیکو نکرد. مایلش لیکن بسیار نی.
خوب شده است. ایستا یک دقیقه با پدرت خبر دهم خواطر نشود باز. الو مفید، ما در مرکزی سودایی ابرو کمی بازی کردن میخواهد. کمی دیر میمونیم خواطر نشویم اینش. تو حاضر سلیوان در گرد و اطراف نظارتی ها هیچ چیز نمیشود. بیا رفتیم وقت را از دست ندیم. سلام. گوش میکنم. من میخواستم با تو یک چیز رو گویم، اما چه خیلی آغاز کردنم رو نمیدونم. گپ زن، چی گفتن میخوای یا در هیجان هستی؟ فرزند چه خیلی شیرین است نه؟ بله، من هم دوست میدارم فرزند رو. تو کتاب اویله داری رو خونده ای؟ میدونم، لیکن برای چی این رو پرسیدی؟ من این خیلی مناسبت ندارم، یعنی نساختم. نساختی؟ چون که حالا من کمی نادرست گپ زدم، اما انشالله خوب میشود. این بیگاه تغییر مییابم. تو یگان نفر رو انتظار هستی؟ بله، با تو نگفتم. منیره زنگ زد، گفتنی دارد. من هم با او با تو بخوردنم رو گفتم. فکر کردم که نمیاید. حاضر باشد خبر داد که میآید. برای اومدن وقتی دیگر نیافته است؟ میدونم که خوشحال نشدی از اومدنش، اما نتوانستم که رد کنم. کنی گپ زن، تو چی گفتن میخواستی؟ گفتنی بودم که تو حاضر خانه تا رو ترک کردی. در خانه دوگانه هایت میستی همطور نه؟ میخواستم که تو خانه خودت رو داشته باشی. بله. یعنی گفتنی هم که خانه شخصی خود رو داشته باشی. تشکریزی برای این آدم شده یک هفته باز به خونه نمی آید. نمیدونم چیکار کنم. حاضر هماش خوب می شود. شما خواطر انشالله دختر، انشالله. اما در اونجایم. بین اون پلیس هم اونجاست. هیچ گپ نه، با فکرم باز بهتر. نه من نمیرم. خالای جلی رفتیم. التماس مرا مجبور نکن. سلام سلام، چطور هستی؟ من خوبم. دخترک شیرین، چقدر شیرین هستی. تنها در اینجا. مادرت کجاست؟ در آنجاست. با اون نمیگویم. مادری حقیقیت کجاست؟ همان است. او مادری حقیقیت نیست. نه، ولی مادری حقیقیت. مادری تو منم دخترم. من تو رو به دنیا آوردم. به این عکس نگاه کن. این منم و این تو. دیدی؟ چقدر شیرین. این خیلی نمیشود. من سخن رو درست کردم. در حقیقت راست میگویی. دیگر یکم بهانه هم نماند که گپ زنیم. کنی به من گوی، تو چی گفتن میخواستی؟ مایلش این خیلی باشد با من خونه دار شد. خونه دار میشوی. خانه خودم رو داشته باشیم. خوب نمیشود. جدی میباشی؟ بیاید رفتیم. باورم نمیآید. تو جدی بوده ای؟ مادر؟ شما در اینجا چیکار میکنید؟ دخترم مرا بیدار خوب است. التجا مادر. خانم جاله. مادر. خانم جاله. مادر جان خوب هستی؟ مادر. ای خدا. مادر جان چشمانتون رو بشوید. من تو رو خیلی دوست داشتم. یک جوی بازی میکنیم. نمیکنم، مادرم جمع نمیکند. بیا کمتر بازی میکنیم.
مادر را کرد. ای خدا ای خدا، کجا شد این دختر؟ حوزه در همین جا. دخترم ابرو چیکار میکنه؟ ریسته یاری بیهد دخترم. خانم جلی، خالای جلی، خانم جلی، مادر جون خیلی خالای جلی، مادر جون چی شد در جون؟ چشمونت آمد شوید. برای چی میزنی او رو؟ چرا میزنی او رو؟ چه زدن؟ مادر جون چشمونت آمد شوید. خانم جلی خوب هستی؟ مادر دارویم. مادر جون چه دارو؟ آخر شما بیمار نیستی کو؟ من بیمار شدم دختر. تو از خونه رفتی و من بیمار شدم. چی؟ بیمار است مادرم؟ از روز هم میشود گفت دکتر. دیروز هم همین خیل شده بود. مادر برای چی به دکتر میروید؟ به من خبر ندادید. کجاست دارویتون؟ جزدانم رو بینید. در جزدانم است دارو. بشو این رو. نیست که دارو؟ مادر جون با شما چی شد؟ مادر جون بیا زودتر بیا بیا. همه خبر دوست کاری نشدنی شد. راه گرد زودتر. ابرو برادر با پایا نگاه کن. برادر نگاه کن. به توقفگاه میگریزم. هیچ جای این سری ما به بالا نمیموند. رفتیم. بیا زودتر. دخترم را رها کنه. سر دهه دختری برو. کجا نبره دخترم را سر دهه میگویم. سر دهه دخترم را. گم شو از اینجا. و دختری توری است. دختری من است. تو هم زن میبوشه؟ نمیخواستی بید میبوشه نه؟ وقتی به دنیا آورده به کجا پرداختی من کلام کردمش. من مادرش هستم. دختری من است و سر ده مرو. سر ده. چیزه زود باش. پس کن برو بیا میرم. من باید به دنیا آوردم. فهمیدی؟ به من نگاه کن کودک کشیدن گناه است. دختری من است. میفهمی دختری من را پیش از آن که به کجا پرداختی فکر میکردی. آن وقت دیگر بود. حاضر دیگر. چقدری که خواهی پول میدیم. چقدری که میگویی من پول نمیخواهم. من دخترم را میخواهم. در کجایند اینها؟ به همین طرف آمدنشون رو علیق میدانی؟ بله علیق به اینجا آمدند. برادرها از این طرف یک آواز گیری و ناله می آید. رفتیم باشه زودتر. از این پس دخترت رو در شب خوابت میبینی. شما خورادگر هستید راستنها. من تو میگویم دخترم رو سر ده میگویم. خورادگرها دختر جان. من دشمن میکشم تو را. چه طایفه زن هستی تو؟ تو فکر میکنی که من از سلاحی تو میدرسم؟ یکان کار کردن نمیتوانی Хочется сладкого? Лакомка от фабрики «Ата» — это то, что нужно. Вафельный сюрприз и шоколадное удовольствие. А теперь еще и лакомка мини. Маленький праздник каждый день. Лакомка вафли в шоколадной глазури от фабрики «Ата». Самое сладкое удовольствие. بچه ها انا در اونجا. خانم
چی شد به شما؟ دخترم خوب هستید؟ از برای سواب نجاته دخترم. نگران نباشید، من پلیسم. ظریف رقم های ماشین رو گرفتی؟ نه نگرفتم، اما در هر طرف کامیراهای نظارتی هستند. ممکن در یکون تاش نقش باشه. بالتر زود به رقم 155 زنگ زده خبری. زود به اینجا آید. نجاته دخترم. الو مادر جون چیکار شده؟ بهتر شدم دخترم. خانم خوب شده؟ مادر جون شما من رو ترسوندید. من ترسوندم یا تو؟ خانه رو ترک کردی و رفتی. شما من رو مجبور کردید. ای سرم چرخ میزند، سرم چرخ زد. از برای ثواب سنم من میمیرم. مادر در اینجا جان میکنه، تو باشی داد میزنی. میمیرم. نمیتوانم دیگر. مادر به شما چی شده است؟ من رو نترسونید؟ اگر خواهید شما رو با به مرخانه برم. رحمت نمیخواهم. اگر بهبودی مرا خواهید مرا به حالم گذارید. این خیلی باشد من میروم. با کجا میروی؟ مسخره بازی نکن. دخترم مرا به خانه بر. دیگر اینجا ایستاده نمیتوانم. رفتم خوبه جان، میرویم. مادر 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 تو چرا با آنها نرفتی؟ اجازت میدهی که با آنها روم؟ برای چی اجازه نمیدهم؟ هرچند نباشد مادر دست خیر. آدمی میفهمیدگی بوده ای. این خیال شدنش رو نمیدونستم. هیچ گپ نه. یکم وقتی دیگر صحبت میکنیم. مایلش تو رفتن گیر. مالش تا بازی. الو اکای ظریف در کجایی؟ در توقف چیکار میکنی؟ یگان حادثه شده است. بخیر است؟ مالش حاضر میآیم. نپرس اکا، حاضر آمده همش را یک تو نخ میکنم. خیر مالش. من نفهمیدم. وای مادری دخترتان باشد. پس شما کیستید؟ وقتی که ابرو 6 ماه بود مادرش او را در نزد شعبه مونده رفت از سبب عرق نوشیش. ما از سببی که فرزند نداشتیم او را با فرزندی قبول کردیم. 7 سال میشه بعد او را نگاه و بین میکنه. مرا همچون مادرش میداند. میفهمید شما؟ حالا باشد دخترش را میخواد. آخر عمر میدانستم که حبس شده است. اکنون فهمیدم که بر اومده است. خود را به دست گیرید، همش خوب میشود. خود را به دست گیرید. میترسم که به دادگاه نگران نباشید خانم. این گونه فکرها را از سرتان تماما دور کنید. مفید مفید شهری شهری خوب هستی جانم؟ حیاتم خوب هستی؟ من هر چه کردم از دستم این چیز نامد. بردم شد عزیزم خاطر نشم. دخترم رو میوبه. باید رفتم خاله جاله. دیدی مادرش رو پرتفته با وی ایستاد. برایم دشمن تیار کردم. دشمن. درست میگید. مادر مرا انتظار شوید. دخترم خودت رو زحمت نمیدادی. رفیقت انتظار است. مادر التجا میکنم بس کنید اکنون. من در بین مردم جان میدهم و تو باشی رفته با یک مردی ناشناس فکری خانه‌داری میکنی. یک ذره غمی مادرت رو نمیخوری. حیفی تو. نگران نباشید میایم به خانه‌تون. شد اکنون راحت شده. بیا سوار شوید. گوش کن. فکر نکن که با همه این جانت خلاص میشود. فهمیدی؟ بیایید سوار شوید. بس است اکنون. برادران اینجاست؟ کودک را دزدیدند. شما چی ها میگویید؟ تمام شما حاضر به شعبه پلیس رفته شکایت کنید. آنها وظیفه خود را اجرا میکنند. جای زیستش را مییابند. ما هم کاری از دستمان میآمده را کرده دخترتان را صحت و سلامت برمیگردانیم.
من رفته کامیراهای نظارتی را دیده بودم، بلکه یگان یاریمون به برادران پلیس میرسه. برای کار با شما. الان تمام رسیدیم دختر. آمده؟ همه مانده بود که دختر رو از دست میداده. برادر این دختر کیست؟ دختری من است. میگیرم نگفتید یا یکی دزدیده؟ بله دزدیدیم برادر. من فهمیدم، فکر میکنم که پلیس که هاش پستون شده است. ماشین رو در یک جای گذاشتم که نمیابند. ایش دیوانه شده شما. اگر شما را بازداران میدونید 20 سال حبس میشه. احمق دهانت رو پوش. فرزندی من است، کسی دیگر رو مادر نمیگوید. در وقتش فکر میکردی کودک رو در کوچه نمیپرتافتی. چی گفته ایستاده ای؟ چی گفته ایستاده ای؟ شب است جنجال نکنید. یک طرفی است. من مادری خودم رو میخواهم. من مادری تویم، مادری حقیقی تو. مادرم، مادر. چه خیل زیباستیم کنی بینم. نمیدیم، پدرم با من این رو توفه کرد. با من ده این رو میگویم. بهترین چیز بوده است. عجیب، کنی با من ده؟ اول من دیدم. چیکار میکنی؟ دیوانه شده اید شما. آنقدر زحمت کشیده مکافاتش رو نگیریم میگویی. نگیرید میکنم از برای ثواب. نگیرید. این دختر خیلی هم چیز داده است. شما در حقیقت دیوانه هستید. با افتش نگاه کن، دختر دوستو دیوانه با. و این سمت نگاه کن باز چه دارد؟ دستمالهای طلایی انگشترین وضعیتشون خوب است. مادرش چقدر پول خواهد میدیم گفت. وضعیت سر و لباسش هم خوب مینمود. چیکار خوب؟ این چیست؟ دخترمون بیماری قم میباشد. التماس در وقت ناگوار برای کمک تیبی خبر دید. مفید کزنچی تلفن. این تلفنی پدرش میباشد. احتمالاً. چیکار میکنیم؟ دختر بیمار بوده است. سیبیل از این خبر ندارد. گوش ما رو خورد. برادر سرمان رو در بالا میمونیم. کودک دزدیدن این کارش خیلی گوش ما رو خورد. دخترش رو به انطالیا بردن است. اگر خواهد دخترش رو به نزد فیزم برد، پس چیکار میکنیم؟ برادر پدرش خیلی پول دار است. نامری تلفنش هم است. چه گفتنی؟ پول طلب کنیم. 200,000 پول طلب میکنیم. نمیشود. سیبیل در حیاتش نمیدید دختر رو. خبر نمیابد. 200,000 با تو میگویم. استراحت خواهی کردنگی. کو زنگ زن. مایلش حاضر زنگ بزن. تو گپ زن، من به داخل میروم. و من خوزه در اومدم. نگاه کرده بینم که او رو گرفته گریخته ایستادم. گوش میکنم. با مفید کزنچی گپ میزنم. بله منم. دختره در دستمان میباشد. فکری با یگان کس خبر دادن نکن. آنها زنگ میزنم. چی میخواهید؟ پول میخواهید. پول. گوش کنید، دخترم مریض میباشد. مریضی قند. اگر سری وقت داروهایش را استفاده نکند احوالش بد میشود. میدونیم، نگران نباش. اگر تو با گفته‌های ما کنی با دخترت هیچ چیز نمیشود. مایلش چیزی که میخواهید میکنم. تا پگاه 200,000 لیره تیار کن. زنگ زدم میگویم با کجا آوردن لازم. اگر پلیس خبردار شود دخترت رو دیگر نمیبینی. مرا فهمیدی؟ مایلش فهمیدم. پلیس خبردار نمیشود. این طرف باشد. زنگ ما را انتظار شد. این کارم حل شد. بی‌شرفان بی‌ناموس. تمام آرام باشید. این آدم ها رو پیش از این هم دیده بودید؟ نه، یگان بار روبرو نشده. فهمم. این گپی دیگر. یک نفری ما با جای شما میگذرد. به هر حال باید شما را نشناسم. من میگذارم. مایلش با دخترم یگان ضرر نمیرسد.
انشالله همین خیلی بی‌ضرر انجام می‌یابد. و من گوش کنه دخترم مریضی قند می باشد. مریضیش جدی است. اگر احوالش بد شود. بس از شهر خودت رو به دست بیار. برادران همش خوب میشود میگویند. من با آنها باوری دارم. همش خوب میشود. زنگ زدی؟ پگو 200,000 میارد. احمق با پلیس نرود باز. نه برادر چخیل پلیس از ترس بزرگ میشد. از پگو اعتباران گوی هستیم گوی سیبیل نفهمد. نه نمیتونم. من مادرم رو یاد کردم. من رو به نزدی مادرم گپ رو نمیفهمی. مادری که من هستم فراموش کن ویزن رو. مادر بیا رفتیم. رفته خواب کن. معلوم است که خوابت آمده است. بیا رفتیم. بیا خواب کن. کنی خواب کن. پگاه که روز شد میرویم. من نمیروم. این خودش چی گپه؟ من تو رو 9 ماه در بطنم گردوندم. مامان چی؟ من مادرم رو میخوام. نگاه کن. اینجا تو در بطنم هستی. اینجا باشد. نو تو رو به دنیا آوردم. برای چی تو با من باور نمیکنی؟ برای چی؟ مادر جان این دختر مرا دیوانه میکند. حالا هم با من باور نمیکند. حالا او کودک است. از وی چی را انتظار بودی؟ خیلی خنده آور بود. کمی به من ده. دیگر نوشیدن نمیخوایی؟ گپ رو دراز نکن به من ده. خدایا مرا به دیدار پدر و مادرم برسان لطفا. تو چی گفته ایستاده ای؟ دعا میکنم. مادرم گفته بود که خداوند دعای کودکان. این دختر رو کیها به خودشون مانند کردن. کلان که شود سطر رو به گردن میگیرن. چه خیلی لباس پوشی مادرش هم معلوم بود. به اون هم دست و پایم لرزه گرفت. چیکار کردن رو ندونستم. بعد اکای اورید به من گفتن که کورتا میخرم و یک جا خستند. و مثل هر وقت بهانه کرده رفتن. مرا تنها گذاشتن. بعد انگشترین رو برآوردم که مادرش از کجای پیدا شد. انگشترین رو دیده از هوش رفت. انیق بهانه کرده است. بله درست. من انیق بهانه کردنش رو فهمیدم و یگان دهان گپ نزدم. سراسی من نشد. یگان روحش رو میابی البته. انشالله. بله. برای چی زنگ نمیزنم؟ یگان کار شده است با دخترم. یا اینکه از فکرشان گشتم. چی شده باشد؟ صبر کنید زنگ بزنم. به طاقت نشوید. در وقتی گپ زدن آرام باشید. یگان گپ سخت نزنید. چیزی میگویند و گفته هایشون کنید. مایلش. گوش میکنم. مفید مرا گوش کن. بعد 1 ساعت پس به محله بلد به خانه آسیب دیده میآید. پودر رو تیار کردی؟ بله. دخترم خوب است؟ نگران نباش. دختر در جایش است. فراموش نکن که 1 ساعت پس آنجا شد. مایلش حاضر میبرم. برویم بچه ها. به جای آقای مفید کی میگذارد؟ من. سپرهای امنیتی را بشویید. بسیار خوب میشود. بیا میرویم. بس از جانم آرام شد. دخترم با تو چی شد؟ یا بیمار هستی؟ بله. اما دیروز خوب کردی. شبم به من سوزندارو چه سوزندارو؟ نمیدونم مادرم میدونم. حاضر به مادرت گفته بودم تو را به انطالیه برده تبا و برد کنند. آرام شو. من رفتن نمیخواهم. این خیل نمیشود. مجبور هستی که با من روی. رفتیم. بعد 1 ساعت بیاد. پول رو تیار کرده است. اگر این پول را گیریم
با این دختر نگاه کنید. حال این دختر بد است. خوب بینم یگان چیز نشده است. عصبانی ترسیدنش این خیلی نماید. باورم نمی آید. این دختر بیمار است، صحت نمی شود. توبه توبه، باز یگان چیز نشده باشد. با یگان مرکزی سلامتی بردم. ایلش با ماده مو میبریم. نه نمی شود، من با شما میروم. سبیل ماشین را به حرکت درو. کار نمیکنند، من چی کنم؟ مادر جان. دخترم. مادر جان در کجایی؟ دخترم کنی گپ زن. مادرت به تو چیزی نگفته بود؟ قند رو من خیلی دوست میدارم. یا خدایا مریضی تند هستی مگر. زودتر ماشین را ران، احوالش بد. یک گاز رو زیر کن، تیزتر رفتن در کاره. من جای خود رو میگیرم رفیقم. خداوند عاقبتش را به خیر گرداند. رجب این رو گیر. رجب، برای احتیاط به جزدانت جهاز نظارتی گذاشتم. در کار نمی شود. انشالله. معلوم نیست چی خواهد شد. التماس دخترم رو صحت برگردونید. نگران نباش ینگه، دخترتون رو میاریم. همه به جای خود بچه ها رفتیم. من جای خود رو گرفتم. شروع میکنیم. هم یگان مرکزی تیبی نیافتی. پلیس ما را میجوید. چهل با بیمارخانه میرویم. هیچی نباشد یگان داروخانه یاب. انا مرکزی تیبی ایست میگویم، با تو میگویم ایست. برای چی نیستادی؟ گذشتی. ایستاده نمیتوانیم، سراسیمه. چه سراسیمه؟ احوال دختر بد است. با تو میگویم ایست با تو میگویم. ایست نمیروی. یک دقیقه. این خودش چی گفت؟ چی کار کردنیه شما؟ دختر رو با پدرش تسلیم میکنیم. برای چی؟ در عوضش 200,000 لیره میگیریم. شما عقلتون رو خورده اید و عوض دخترم پول طلب میکنید. حاضر برای پول رو گرفتن رفته ایستاده. حالا هم یکون خبر نیست. از برای ثواب ماشین را نگاه دارید. احوال دخترم بد است. التجا میکنم دخترم میمیرد. چیکار کردنم را از میپرسم. در وقتش فکر میکردی کودکت را به کوچه نمیپردازی. حاضر باشد بزوری خودت را مادر میسانی. جزایم را دید. در وقتش چه جرأت کرده دخترم را به کوچه پرداختم. حاضر باشد از آبش را کشیده ایستادم. بله از آبش را میکشی. حالا این کم است. دخترم چه گناه دارد؟ چی کار کرده است؟ این گناهی من است. التجا میکنم ماشین را دار. کمی دیگر تا قطع کند. پول را گیریم. کنی کودک رو با من ده. نمیدیم. و تو میگویم با من ده. سرده. با من ده. سرده. سرده با تو میگویم. نمیدیم. جان بیا این رو دار.
سرده دخترو سرده بگویم سرده نمیدیم اینجا بیا من به پلیس خبر میدیم اگر خبر دی آن ایستانت رو نشان بدم ابرو دخترم ابرو برادر تو رفته به پدرش آمده یا نه دخترم ابرو دمت را گیر акай ориф омаданд аммо бо гара омаданд аҳволи кӯдак на он қадар хуб аст бодиқат бошед майлаш ҳама бодиқат бошед коре кунед ки ба кӯдак ягон зараре нарасад майлаш одамҳо омаданд кам мондааст иншолло ба хубӣ анҷом хоҳад ёфт худованд ба мо мадад расон تو موفق هستی؟ بله با دخترم چی شده است؟ کمی مانده شده است جوزدان رو به من ده اما دخترم رو ده احمد گپ رو دراز نکن جوزدان رو ده عصبی نشو آرام باش تو دیوانه شدی همه کار رو برباد خواهی داشت درده مرا پول را بگیریم پول را درده مرا تو را میکشم این چی آواز؟ یاد پولیس جیغ زده خیل پولیس به پولیس فریاد نکردم با دقت باشه چه حادثه روی داد شروع میکنیم ملش نزدیک شوید زودتر نزدیک شوید رفتیم دخترم را سرده تو چی کار کردی دیوانه؟ با جان یگان کار کردی متاسفانه برادرت الویدا گفت تو را میکشم دیوانه احوال کودک نه آنقدر خوب است бодиқат باشید خدا جزایت را دهد و تو باور کرد همه خطا میکند اون کودک از من است اون را به هیچ کس نمیدهم اما من میفروشم چیکار میکنی؟ با دخترم ضرر میرسونی تو گپ نزن احمد جردان رو ده با من ده گفتم مایلش آرام باش دوستم آرام شما از کجا پیدا شدید؟ آمده کودک را آمده زودتر با زمین رفیقان من یگان کار نکردم من گناه ندارم سر دید مرا سر دید برادر چرا اینقدر دیر کردم؟ یاری دید احوالش بد است دخترم زودتر باشه احتیاط کنید دختر جان اویستا سر اویستا بیمار مزمین می شود باید انسولین دهیم زودتر دخترم من دختر رو با پدرش آوردم دمت را گیر گناهی من همین است مگر من برای سلامتیش کردم آره خوبی کردی برای این نیکیت جواب بگویی و دادستان این گپایت را میفهمد سزای نیکی بدی است مگر مادر دیوانش دختر رو دزدیده است گفتم نکن این کارو دختر رو از پدرش دور نکن گپم رو گوش نکرد و من سفسطه نخون برادر و دادستان همش را میفهمانی گفتم دختر رو با پدرش دادنی بودم پرتا سلاحت را احمقی لعنتی سرده دخترم
نجات می‌یابد انشالله. با مادرش گوید که مرا دیگر اصلا نمی‌بیند. اون زن از من خوبتر دخترم را نگاه بین کرده است. مایلش آرام باش، گپ‌هایت را البته میرسد. دخترم چرا مرا تنها گذاشته؟ نترس دخترم، دیگر هیچ گفت رو تنها نمیگذارم. یک عمر همش رو خودت میفهمی. در حیات همه چیز را فهمیده نمی شود. درباره آن زن دیگر چیزی را نخواهد فهمید خانم. اگر علم در ثریا باشد، بیشک مردان از اینها آن را به دست آورند. این حدیث پیامبر اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است و آن را در حالی گفت که دستش بالای شانه سلمان فارس بود. درسته سخن پیامبر خدا را در خدمت اسلام کمربستن ابرمردان از نیاگان ما به مثال امام بخاری، امام نسائی، امام ترمذی، امام اعظم، امام غزالی، امام ربانی، ابن سینا، جلال الدین بلخی، شیخ سعدی، خواجه حافظ، میر سید علی حمدانی، جامی، بیدل و دیگر ستاره های درخشان و راهنمای آسمان عرفان اسلامی و تمدن انسانی به اثبات رسانیده جهان معنوی اهل بشر را منور ساختند. آینه عبرت. یار مردان خدا باش. استودیوی همصدا با مقصد رشد معنویات مردم و آموزش حیات عبرت‌آموز بزرگان هر هفته پارچه‌ای را از حیات آنها پیشکش شما خواهد کرد. همصدا، همصدای دل شما.